تقدیم از رادیوی پیام. ایجادیات کشفیات و کارنمایی ها، شجاعت و جان‌نثاری های بزرگان در صحفه تاریخ. عبدالله ابن زبیر. زندگی نامه عبدالله ابن زبیر، خدا از او راضی باشد. نام پرش عبدالله ابن زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا قریشی اسدی می باشد. صاحب نسب پاک و شرافتمند و اصیل است. پدرش زبیر ابن عوام از صحابگان پیامبر درود بر روان پاک آن حضرت و یکی از 10 نفر است که مژده جنت برایشان داده شده است. همراه علی ابن ابو طالب خدا راضی باشد در 1 سال تولد شده، در 1 سال اسلام را قبول کردند. اسلام ایشان بعد از اسلام ابوبکر صدیق بود. زبیر اولین شخصی است که در راه خدا شمشیر از غلاف برکشیده است. برای برهم دادن شرک و خرافات پرستی های مردم در نبردهای پی در پی شرکت ورزیده است و با مشرکان و دشمنان اشدی دین مبین اسلام همیشه مبارزه برده است. پیامبر خدا درود بر روان پاکشان در مورد او می فرمایند: هر آینه برای هر پیامبر حواری هست و حواری من زبیر است. خود زبیر الله راضی باشد از این سخنان پیامبر اکرم درود بر روان پاکشان و بر آل و اصحابشان به نهایت شاد میگشت و افتخار هم داشت. مادرش اسماء بنت ابوبکر راضی بادا خداوند قبل از هجرت تولد شده، نفر 18 در قبول اسلام و مسلمان شدن است و آن هنگام 14 سال داشت. مورخین میگویند که اسماء 27 سال قبل از هجرت رسول اکرم درود بر روانشان تولد شده، در آماده نمودن شرایط برای هجرت پیامبر درود خدا نثارشان بادا نقش مهم بازیده حیات خود را در خطر گذاشته است. او پیامبر را درود خدا بادا با طعام و شراب در غار تأمین می نمود. چون هنگام خارج شدن محمد پیامبر درود بر روان پاکشان همراه ابوبکر خدا راضی باشد از غار برایشان غذا آماده می نمود و میانبند خود را 2 پاره کرده در یکی طعام در دیگر شراب آن حضرت درود بر روانشان را ببست. از همان جاست که آن را صاحب نطاقین می گویند. در روایت دیگر یک میانبند را برای طعام و شراب آن حضرت درود بر روانشان استفاده میکرد و دیگری را برای خود میگذاشت. آن وقتا میانبند به صفت یک جزودان شاید بود که طعام را در آن مجهز میکردند و محکم میگذاشتند. بابای عبدالله ابن زبیر خلیفه اول پیامبر بود. ابوبکر صدیق خدا راضی بادا که پیامبر درود بر روانشان گفتند: اگر خلیل برای خود اختیار میکردم هر آینه ابوبکر را خلیل میگرفتم. خلیل آخرین و بلندترین درجه دوستی و رفاقت است. بی‌بی‌اش صفیه بنت عبدالمطلب عمه پیامبر درود خداوند نثار آل و اصحابشان از قدیم اسلام را قبول کرده با رسول خدا درود بیعت نموده به مدینه هجرت کرد. اما او ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد زن نیکوکار است که پیامبر درود بر روانشان او را بهترین زنهای جنت و عالم خواندند. خاله او همیرا همسر پیامبر درود بر روانشان ام المؤمنین عایشه بنت ابوبکر صدیق است که پیامبر درود بر روانشان فرمودند: آیا راضی نمی‌شوید که همسر من در جنت باشد؟ با همین اندازه عبدالله ابن زبیر از نسب طاهر اصیل و اصل آن پاک است. هنگامی که پیامبر درود بر روان پاکشان از مکه به مدینه هجرت نمودند، زبیر و همسر او اسماء بنت ابوبکر راضی باشد خداوند در مکه بودند. اسماء حامله بود و تقدیر الهی بوده که او با این جنین در رحم بودش به مدینه هجرت نمود.
هجرت اسماء به مدینه در آخرین ماه بارداریش صورت گرفت و این جنین مبارک صاحب شرافت و کرامت گردید که کس نگردیده بود. این جنین مبارک غم و اندوه، شیرینی و تلخی هجرت را همراه مادر خود کشید. چون اسماء به قبا رسیده بود و نخلستان‌های مدینه نمایان شده بود، درد زایمان اولین طفل مهاجرین به او رسید. عبدالله اولین طفل است در هجرت پرشرف مسلمانان به مدینه منوره. تولد شدن عبدالله مثل دیگر طفلان عادی نبود، بلکه ولادت و پیروزی مسلمانان و اسلام بود. هنگامی که مهاجران به خاک پاک مدینه قدم نهادند، یهودیان به غم و اندوه مبتلا گشته پی انگیختن فتنه و دسیسه بر ضد مسلمانان شدند. آنها میان مردم در مدینه آواز پهن کردند که کاهنانشان مهاجران را سحر کردند و آنها در مدینه صاحب فرزند نمی شوند. مهاجران این را شنیده خیلی غمگین شدند. چون عبدالله ابن زبیر راضی باشد خداوند تولد شد، دروغ و بهتانهای آنها آشکار شد. مسلمانان خیلی خوشنود شدند و همدیگر را تهنیت گفتند. پس به دنیا آمدن عبدالله ابن زبیر خدا راضی بود اولین نوید در اولین رویارویی مسلمانان با دشمنان در مدینه بود. ابوبکر خدا راضی باشد شتابان نزد نبیره اولینش آمد تا او را با چشمان خود ببیند. ابوبکر راضی بادا خداوند او را با دست خود برداشت و گوش راستش از آن در چشمش اقامت خواند. مادر طفل باشد او را گرفته نزد پیامبر درود بر روانشان برد. اسماء خودش میگوید بعد از آن او را نزد رسول الله درود خداوند نثارشان باشد بردم، در بغلشان گذاشتم و آن حضرت درود بر روانشان خرمای را خایده به دهان طفلم گذاشتند و اولین چیزی که به درون او رفت لعاب دهان پیامبر بود. بر روان پاکشان درود و صلوات. عایشه صدیقه خدا راضی باشد میگوید بعد از انجام این کار پیامبر درود بر روانشان برایش دعا کرده او را عبدالله نامیدند. ابن زبیر راضی باشد خداوند از خردسال سخنور و زباندان شناخته بود. روزی ابن زبیر راضی باشد خداوند با کودکان همسن خود در کوچه بازی میکرد و این هنگام امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب راضی باشد خداوند از کوچه میگذشتند. چون هیبت و وقار داشتند کودکان گریخته پنهان شدند. اما عبدالله ابن زبیر در جایش ماند و نجنبید هم. عمر راضی باشد خداوند پرسیدند برای چه همراه خردسالان پنهان نشده؟ عبدالله گفت ای امیرالمؤمنین جرمی صادر نکردم تا از شما بترسم و راه تنگ هم نبود که آن را برایتان فراخ سازم. عمر خدا راضی باشد از سخندانی این خردسال در تعجب ماند. عبدالله ابن زبیر راضی باشد خداوند شخص عابد و زاهد و پایبند قرآن و سنت بود و در عبادت و پرهیزگاری همتای نداشت. او را کبوتر مسجد می گفتند. مادرش می گوید که به خانه عبدالله داخل شدم در حالی که او نماز می خواند. پس مار از سقف خانه به پایان افتیده در شکم پسرش که خواب بود پیچید. اهل بیت همه داد و فغان برداشتند تا آنکه آن را کشتند و عبدالله باشد به نماز خود ادامه دادن گرفت و التفات هم نکرد و سراسیمه هم نشد. چون از نماز فارغ شد گفت به شما چی شد؟ همسرش گفت تا کدام اندازه نسبت پسرت به اعتبار استی؟ عبدالله گفت وای بر تو. یک نگاه و به توجهی نمازی مرا فاسد میکرد. ابن دینار گفته است کسی را جز عبدالله ابن زبیر ندیدم که نمازش را نیکو گذارد. او در نماز مثل شاخ درخت است که باد به آن میوزد. مجاهد گفته است ابن زبیر راضی باشد خداوند چون به نماز می ایستاد از فروتنی مثل چوب میشد. عمر ابن عبدالعزیز روزی به ابن ابی مالکه گفت عبدالله ابن زبیر را خدا از او راضی باشد به ما وصف کن. ابن ابی مالکه گفت سوگند به خدا کسی مثل او نبود. چون به نماز داخل میشد از همه چیز فارغ میشد. چون به رکوع یا سجود میرفت گنجشککان در پشت کتف او می نشستند و طلوع رکوع و سجودش را دیواره می پنداشتند. ابن عباس که یکی از نزدیکان او بود می گوید
او حافظ کتاب خدا بود و پیروی پیامبر خدا، درود بر روان پاک حضرت. از ترس خدا روزهای گرم تابستان روزه می گرفت. معلومات اندک در باب زندگی نامه بزرگوار از زمان حضرت پیامبر، درود خدا نثارشان بادا، عبدالله ابن زبیر برایتان گرد آورده بودیم. با ما باشد. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.